شیطان سرکشی کرد از فرمان الله همگی یک مراتبه و او لعنت کرده شد. الله آدمان را می بخشد به سرکشیشان نگاه نکرده، سرکشی بسیار هم، اگر آنها توبه کنند. الله می بخشید ابلیس را اگر او توبه می کرد امروز. اگر قرآن را بخوانیم، تاریخ حضرت آدم و ابلیس را این چیز در بسیار جایها قید شده است. در سوره البقره، در سوره الاعراف، در سوره الحجر، در سوره الکهف، در بسیار جایها. اگر به تاریخ آنها نگریم، وقتی که آدم علیه السلام خطاگی میکند و او توبه میکند به الله سبحانه و تعالی و الله توبه اش را قبول کرد و همه گناهایش را بخشید. اگر ما نگریم به تاریخ شیطان، گفته شده است در سوره اعراف آیت 14، وقتی که شیطان سرکشی کرد از فرمان الله، الله گفت ما به فرشته ها گفتیم آدم را سجده احترام کنید، پس همه سجده کردند مگر ابلیس. این در سوره بقره و اعراف آمده است. اما بجای توبه کردن به الله، ابلیس میگوید در سوره الاعراف آیت 14 گفت مرا تا روزی که برانگیخته شوند مهلت ده. یعنی معناش این که التماس جزای مرا به تأخیر گذار، به من مهلت ده و ببین چی کار میکنم. او بر ضد الله سبحانه و تعالی برآمد، بر ضد الله برآمد و الله میگوید در سوره اعراف آیت 18 الله بر او مهلت داد و گفت از آدمیان هر کی تو را پیروی کند از همه شما یک جا، البته دوزخ را پر کنم. و عاید توبه کردن ابلیس باشد. در این باره شیطان هیچ چیزی نگفت، چون که الله در سوره هجر آیت 34 میگوید تو رانده شده هستی. الله صاحب علم آینده است، علم غیب. یعنی الله قبلا میدونست که این مخلوق هیچگاه توبه نمی کند. چگونه که الله میگوید در سوره بقره آیات های 7 و 8 الله مهر زده است به دلهای این خیل آدمان، این خیل کافران و آنها هیچگاه به راه راست نمی روند. و این گونه مناسبت قیاسی پیشگویی کرده الله را درباره ابولهب میدانیم. از همه دشمن اساسی پیامبر دوستدار ما، الله این را پیشکی گفت و فرستاد این سوره را. او از همه دشمن شدید پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و الله میگوید که او هیچ وقت اسلام را قبول نمی کند و او در آتش می سوزد. همه آن کاری که او باید میکرد قرآن را باید رد نمی کرد و بگوید من مسلمانم و کلمه شهادت را بگوید. لیک بعد فرستادن این سوره 10 سال گذشت ولی او این کار را نکرد. یعنی الله پیشکی میدونست که او توبه نمی کند و این چنین الله پیشکی میدونست که هیچگاه ابلیس توبه نمی کند. از این سبب الله گفته است او برای شما دشمن آشکار است. الله میگوید در سوره بقره آیت 168 ای کسانی که ایمان آورده اید راه های شیطان را پیروی مکنید، همانا او برای شما دشمن آشکار است. خلاصه ما از تمام قرآن میفهمیم که شیطان هیچ وقت توبه نمی کند و الله این را چندین سالها پیش می دانست که ابلیس را دشمن آشکاری تمام آدمیت نام برد و او رانده شد. یعنی او هیچگاه توبه نمی کند و طلب آمرزش نخواهد کرد. برادران و خواهران عزیز، دستگیری کنید، آبونه و لایک را فراموش نسازید و نواره های ما را به دیگران روانه کنید. در ایما، وایبر، واتساپ و غیره ها پدیلیت کنید
انشاءالله در ثواب شریک خواهید شد. هر کسی کاری را برای شخصی راهنمایی میکند، او نیز مثل عمل کننده اجر خواهد یافت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.